طبق اطلاعات سری که تازه اومده بیرون مشخص شده وزیر دفاع بالاخره از جنگنده‌های ارتقا یافته این نسل 4 رونمایی کرد. اما قضیه خیلی فراتر از یه رونمایی ساده است. اما در پشت پرده یه سند طبقه بندی شده و فوق محرمانه لو رفته که نشون میده یه جابجایی سنگین و اضطراری از مدرن ترین پرنده‌های غول‌پیکر به سمت پایگاه جنوبی در حال انجامه. این جابجایی اونقدر با عجله و تحت تدابیر شدید امنیتی داره انجام میشه که نشون میده اتاق فکر دفاعی کشور یه سناریوی کاملا استراتژیک رو توی ذهن داره و زمان براشون حکم طلا رو پیدا کرده. طبق بندهای خیلی حساس این سند افشا شده، اگه این انتقال فنی در یک بازه زمانی فوق‌العاده کوتاه انجام نشه، عملاً فرصت طلایی برای هماهنگسازی سیستم‌های راداری یکپارچه با سامانه‌های پدافند ساحلی رو از دست میدن. این یعنی یک مهلت زمانی بسیار محدود برای اجرای یک مانور لوجستیکی بی‌سابقه که میتونه توازن قدرت رو در مناطق جنوبی کشور به کلی تغییر بده. این پرنده‌های غول‌پیکر که تا همین چند وقت پیش فقط توی شبیه‌سازها و آشیانه‌های تست دیده می‌شدن، همون جنگنده‌های معروف سوخو 35 هستن که حالا رسما چرخ‌هاشون خاک پایگاه جنوبی رو لمس کرده. ورود این پرنده‌ها به نوار ساحلی جنوب یک حرکت مهندسی شده و به شدت هماهنگه، چون شرایط جغرافیایی و جوی این منطقه ویژگی‌های خاصی داره که هر جنگنده‌ای نمیتونه توش دووم بیاره. پهنه وسیع آبی جنوب و رطوبت کشنده بالای هوا سخت‌ترین تست ممکن رو برای بدنه و سیستم‌های الکترونیکی هر هواپیمایی ایجاد می‌کنه. اما این مدل‌های خاص از سوخو 35 که به این منطقه اعزام شدن نسخه‌های استاندارد و معمولی نیستن که توی کارخونه‌ها دیده میشن. بررسی‌های فنی نشون میده که این پرنده‌ها تحت یک برنامه ارتقای بومی دستخوش تغییرات ساختاری بزرگی شدن تا بتونن با شرایط محیطی خشن جنوب سازگار بشن. این دستکاری‌های فنی دقیقاً همون چیزیه که کارشناسان هوانوردی رو شگفت‌زده کرده، چون بهینه‌سازی یک پلتفرم سنگین نسل 4 پلاس برای کارکرد مداوم در دمای بالای 40 درجه و رطوبت شدید نیاز به دانش متالورژی و الکترونیک بسیار پیشرفته‌ای داره. طبق اطلاعات فاش شده در این اسناد فنی تعداد فروندهای برنامه ریزی شده برای استقرار در این فاز چیزی بین 63 تا 94 فروند تخمین زده شده که یک عدد فوق‌العاده بزرگ و تاثیرگذار در مقیاس استراتژیک به حساب میاد. اما جابجایی این تعداد جنگنده سنگین در طول 2 یا 3 روز از طریق پرواز مستقیم غیر ممکن به نظر میرسه، چرا که پرواز گروهی این حجم از پرنده‌های جنگی نه تنها ترافیک هوایی منطقه را مختل میکنه، بلکه تمام رادارهای رقیب رو در حالت آماده باش قرار میده و از طرف استهلاک موتورها رو بالا میبره. یا همین دلیله که کارشناسان احتمال میدن انتقال بخش زیادی از قطعات آویونیکی حساس و تسلیحات به صورت تفکیک شده و از طریق مسیرهای زمینی و با کامیون‌های حمل و نقل فوق امنیتی جابجا بشه تا در کارگاه‌های تخصصی پایگاه مقصد مونتاژ نهایی و کالیبره بشن که این کار ایمنی سیستم‌ها رو در طول مسیر تضمین میکنه. ولی بزرگترین چالش فنی این پرنده‌ها در جنوب سیستم خنک کننده رادار و آویونیک اونهاست که در دمای شدید تابستان کارایی خودشون رو از دست میدن. برای حل این مشکل مهندسان دفاعی کشور سیستم‌های خنک کننده مایع رادار آرایه فازی این پرنده‌ها رو با یک آلیاژ خاص و مایع خنک کننده با پایداری حرارتی بالا جایگزین کردند. رادار معروف این جنگنده قدرت جستجو و ردگیری بی‌نظیری داره، اما حرارت تولیدی این رادار غول‌پیکر در حالت توان حداکثری به حدی بالاست که در هوای شرجی جنوب بدون این سیستم خنک کننده بومی جدید در کمتر از چند دقیقه دچار افت کارایی شدید یا سوختن قطعات حساس گیرنده میشه. حالا با این ارتقای بومی سیستم راداری میتونه بدون افت توان کل پهنه آبهای جنوبی و حریم هوایی اطراف رو با دقت میلیمتری رصد کنه و اهداف پنهانکار رو از فاصله های بسیار دور شناسایی کنه که این یک برگ برنده بزرگ تکنولوژیک در نبردهای الکترونیک مدرن. این تغییرات فقط به رادار محدود نمیشه و بدنه پرنده ها هم دستخوش ارتقا شده تا در برابر خوردگی ناشی از نمک دریا مقاوم بشه. رطوبت بالای نوار ساحلی جنوب مثل اسید برای قطعات فلزی و اتصالات الکترونیکی هواپیما عمل میکنه و میتونه در کوتاه‌ترین زمان ممکن سیستم‌های حساس ناوبری رو از کار بندازه.
مهندسان با استفاده از پوشش‌های نانوکامپوزیتی آبگریز روی اتصالات آویونیک و همچنین بازسازی بخشی از لبه‌های حمل بال با آلیاژهای تیتانیوم مقاوم در برابر خوردگی، عمر مفید بدنه رو در این اقلیم سخت به طور چشمگیری بالا بردن. این ارتقای خاص باعث شده وزن خالی پرنده کمی تغییر کنه که این موضوع مهندسان پرواز رو مجبور کرد تا کالیبراسیون مجدد سیستم کنترل پرواز با سیم یا همون فلای بار وایر رو انجام بدن. یک کار مهندسی بسیار پیچیده که به خلبان اجازه میده از حداکثر مانورپذیری این غول‌های آهنی حتی در غلیظ‌ترین توده‌های هوایی شرجی استفاده کنه. وقتی به تسلیحات قابل حمل توسط این سوخو 35 های بهینه شده نگاه می‌کنیم، متوجه میشیم که این پرنده‌ها برای مأموریت‌های هوایی و ضد کشتی در جنوب کاملا مسلح شدند. این جنگنده‌ها توانایی شلیک موشک‌های فوق پیشرفته هوا به هوای رادار فعال با برد بسیار بلند رو دارند که میتونن اهداف پرنده رو حتی قبل از اینکه جنگنده‌های خودی در رادار دشمن دیده بشه منهدم کنن. علاوه بر این، سیستم‌های تعلیق تسلیحات در زیر بالها ارتقا پیدا کردند تا بتونن موشک‌های کروز ضد کشتی سنگین با سرجنگی هوشمند رو حمل کنن. ترکیب رادار قدرتمند ایربیس A و این موشک‌های کروز دوربرد یک چتر امنیتی نفوذناپذیر روی تمام بنادر و سکوهای نفتی جنوب ایجاد میکنه، به طوری که هر گونه شناور متخاصم در فواصل چند صد کیلومتری قبل از دیده شدن به حریم سرزمینی شناسایی و قفل راداری روشون انجام میشه. اما یک سوال بزرگ ذهن تحلیلگران رو درگیر کرده: نگهداری این ناوگان عظیم تکنولوژیکی در شرایط سخت جنوب چقدر هزینه روی دست بودجه دفاعی کشور میذاره؟ واقعیت اینه که سوخو 35 به عنوان یک جنگنده دو موتوره سنگین ذاتاً پرهزینه است و حالا نگهداری اون در شرایط رطوبت بالا و دمای سوزان جنوب این هزینه رو به شدت بالا میبره. هر ساعت پرواز این پرنده نیاز به ساعت‌ها بازرسی فنی دقیق، شستشوی مداوم موتورها برای جلوگیری از رسوب نمک و بررسی سیستم‌های هیدرولیک داره. این فرآیندها مستلزم زیرساخت‌های کارآگاهی فوق مدرن پیشرفته و آشیانه‌های مجهز به سیستم‌های تهیه مطبوع صنعتی بزرگ در جنوب کشور هستند که ساخت و نگهداری خود این آشیانه‌ها هم بخش بزرگی از بودجه دفاعی رو به خودش اختصاص میده. این فشار اقتصادی کارشناسان مالی دفاعی رو وادار کرده تا به سمت بهینه‌سازی مصرف قطعات و بومی‌سازی فرآیندهای اوورهال برن تا بتونن چرخ این ناوگان رو با هزینه معقول‌تر بچرخونن. برای اینکه خلبان‌ها بتونن از تمام پتانسیل این جنگنده‌های پیشرفته و ارتقا یافته استفاده کنن، برنامه‌های آموزشی فشرده‌ای از ماه‌ها قبل با استفاده از شبیه‌سازهای پروازی پیشرفته بومی کلید خورده بود. خلبان‌های کشور صدها ساعت پرواز مجازی رو در شرایط شبیه‌سازی شده جنوب، طوفان‌های شن ناگهانی و مأموریت‌های شبانه روی سطح دریا پشت سر گذاشتن تا با رفتار آیرودینامیکی خاص این پرنده کاملا آشنا بشن. این شبیه‌سازها که از نظر گرافیکی و فیزیک پرواز در سطح استانداردهای جهانی طراحی شدن، به خلبان اجازه میده بدون مصرف سوخت‌های گران قیمت و استهلاک بدنه اصلی تمام سناریوهای اضطراری مثل خاموش شدن یکی از موتورها یا نقص فنی در سیستم هیدرولیک رو بارها و بارها تمرین کنن تا موقع پرواز با آمادگی 100% وارد کابین بشن. یکی از جذاب‌ترین بحث‌های فنی در دنیای هوانوردی مقایسه این نسل 4 پلاس‌های ارتقا یافته با جنگنده‌های نسل 5 رقیب مثل F-35 هستند. در نگاه اول خیلی فکر میکنن این دو پرنده رقبای همسطحی هستن، اما واقعیت مهندسی چیز دیگه ای رو نشون میده و به 3 دلیل فنی بزرگ این دو پرنده اساساً برای 2 فلسفه نبرد کاملا متفاوت طراحی شدن و مقایسه مستقیم اونها چندان درست نیست. دلیل اول به مبحث سطح مقطع راداری یا همون پنهانکاری برمیگرده. F-35 از اساس به عنوان یک پلتفرم رادارگریز با بدنه زاویه‌دار و محفظه داخلی حمل سلاح طراحی شده تا کمترین بازتاب راداری رو داشته باشه، در حالی که سوخو 35 یک جنگنده بزرگ با اتکا به تسلیحات خارجی روی بالهاست که سطح مقطع راداری بسیار بزرگتری داره. دلیل دوم تفاوت در پیشرانه‌ها و آیرودینامیک پرواز. سوخو 35 با بهره‌گیری از 2 موتور قدرتمند مجهز به نازل‌های تغییر بردار رانش سه‌بعدی توانایی انجام مانورهای حیرت انگیز مثل مانور کبرا رو داره که در نبردهای هوایی نزدیک یا داگ فایت برتری مطلق رو بهش میده. دلیل سوم و نهایی به فلسفه پردازش داده و آگاهی موقعیتی مربوط میشه. F-35 از سیستم‌های ادغام حسگر فوق پیشرفته بهره میبره
که اطلاعات کلاه‌های خلبان هواپیمای بدون سرنشین همراه و رادارهای زمینی رو ترکیب میکنه. در حالی که سوخو 35 بیشتر به قدرت خام راداری خودش سیستم‌های جنگ الکترونیک قدرتمند رو برای کور کردن رادارهای حریف تکیه داره که این تفاوت ساختاری در نبردهای شبکه محور نقش حیاتی رو ایفا میکنه.